گوهر زندگی، تکه‌ای جدا شده از الماس عظیم میانه مخفیگاه و معجزه‌ای برای بازخیزاندن نگهبانان از مرگ. بوی مشمئز کننده سم، دیوارهای تاراندود و تخمهای عنکبوت چندشاور پراکنده در اطراف. عنکبوت‌ها، اما به هر حال مأموریت آنها فراتر از حساسیت‌های شخصی بود. یافتن آنایدایا در اعماق غارهای کالدیپو. برای لیندا روبرو شدن با عنکبوت‌ها چندان خوشایند نبود. انرژی سر تا سر اتاق را در بر گرفته بود. زایش دوباره، زایشی که هر قهرمانی باید آن را تجربه کند. فساد شرارت موجود شرور را بیشتر کرده بود و غرایز آنها دیگر کوچکترین انطباقی با خرد رعا نداشت. این افکار در میان صحبت‌های جان و لیندا از ذهن مادر بزرگ گذشت. به نظر می رسید که خطر رفته رفته جدی‌تر می شود و برگسون ها باید آمادگی بهتری برای رویارویی با فساد پیدا می کردند. برای این منظور مارگارت از بن خواست که کارگاهش را برای ارتقای ساز و برگ رزمی خانواده آماده کند. زمان زیادی نمیخواست تا عمو بن کارگاهش را سرپا کند. به هر حال اگر آنها باید خود را به بالای کوه میرساندند، باید ساز و برگ مناسب و با کیفیتی می داشتند. وقتی آخرین پرتوهای روز در دل شب محو می شدند، ماری شروع به نوشتن می کرد تا برگسون ها را برای نسل های بعد جاویدان کند. حضور ماری در میان بیشه‌زار اطراف خانه اتفاق تازه‌ای برای مخلوقات جنگل نبود، اما غذاهای گوناگونی که او همیشه به همراه داشت تجربه‌ای تازه برای آنها بود. زائرانی که زمانی در هزار توی غار گم شده بودند، حالا در آن گیر افتاده بودند. خانواده هایشان چشم به راه بازگشتی بودند که هرگز رخ نخواهد داد. مقابل قهرمان یک شیء حاوی انرژی های مقدس قرار داشت. تالار آنایدایا در افق کالدیپو چون الماسی درخشان در میان صخره‌های تاریک خودنمایی می‌کرد. اما قهرمان نمی‌دانست که چه چیز در آنجا انتظار او را می‌کشد. همواره رفتن مهمتر از رسیدن است. اندیشه‌ای که برگسون را به حرکت واداشت. وقتی که برادر بزرگش مارک خانه را ترک کرد، کوین می‌خواست که جای او را پر کند، اما والدینش این را نمی‌خواستند و این چیزی بود که همیشه او را می‌آزرد. عمو بن اما نظر دیگری داشت و وقتی دستهای برادرزاده‌اش را خوب وارسی کرد، دیگر می‌دانست که چطور باید او را از این پریشان حالی درآورد.
دالانهای کالدیپو پیچ در پیچ و غیر قابل اعتماد بودند. هیچ راهی نبود که برکسون ها بتوانند دوبار به آن اعتماد کنند. بن از روی نقشه‌ای که زائرین آنایدایا به او داده بودند سعی می کرد مناسبترین مسیرها را برای راه یافتن به تالار الهه مشخص کند. هیچ چیز برای یک مادر نگران کننده تر از دور بودن از فرزند نیست. به خصوص در شرایطی که ناامنی ممکن بود حتی دامنگیر ایمنترین مکانها شود. مارک، پسر بزرگ ماری، بیش از 1 سال بود که به معبدی در جنگل مقدس رفته بود. جایی که خبرهای خوبی از آن به گوش نمی رسید. لوسی می توانست بی هیچ دغدغه‌ای ساعتها را با نقاشی کردن بگذراند و بدون توجه به صحبتهای مادر بزرگش که گاهی از او می‌خواست روی دیگر قابلیت‌هایش هم وقت بگذارد، خودش را میان جهانهایی ترسیم کند که زاده خیالهایش بوده. هیچ چیز نمی‌توانست لیندا را به اندازه نواختن آرام کند. برای او نوت‌ها مرهمی بودند بر نگرانی‌هایش نسبت به آینده‌ای که نامعلوم بود. تمامی افراد درون غار پناهجو نبودند. برخی تاجرهای مسافری بودند که در مخمصه گیر افتاده بودند. مغازه‌دار عجیب و غریب لباسهایش را تکاند و کلاهش را به احترام برداشت. او آنها را دعوت کرد که بعداً به مغازه‌اش سری بزنند و به آنها قول داد که برای همه نیازهای ماجراجوها چیزی دارد. ترس اراده برکسون را محک می‌زد وقتی که آن جانور با هر 8 چشمش او را ورانداز می‌کرد. یک جفت خنجر بران. وقتی عمویش خنجرها را به دستش داد خشکش زد. کوین برای لحظاتی نمی‌دانست آنچه در دستانش گرفته است چیست. نه چندان سنگین و نه چندان سبک. گویی جزئی از بدنش بودند. چند باری هوا را شکافت و ضربات دورانی را با چرخش‌های سریعی که از برادرش یاد گرفته بود ترکیب کرد. این بچه ذاتاً مستعده. حیفه که از همراهی پدر و خواهرش محروم باشه. بن در این اندیشه بود که ماری سر رسید. 2 از فرزندانش از پیش جان خود را به خطر انداخته بودند و او حاضر نبود کوین لحظه ای از کنارش دور شود. متاسفانه او خنجرها را برد. بن اما پیرتر از آن بود که بخواهد مجادله این چنینی را ادامه دهد. کوین میخواست آن بیرون در کنار پدرش بجنگد و کوین تمامی آرزوهایش را دید که دوباره از او دور می شود. گویی تکه‌ای از وجودش را می بردند و این آرزو آنقدر برایش مهم بود که حاضر بود برای تحققش دست به هر کاری بزند. چه چیز می توانست منشأ فسادی باشد که از کوه مرتا سرازیر شده بود؟ مارگارت در اندیشه سؤالی بود که شوهرش آدام مدتها پیش برای یافتن پاسخ آن راهی سفری شد که هیچگاه از آن باز نگشت. و حالا مارگارت تصمیم گرفته بود که پاسخ آن را بیابد.